بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، در عبادات قلبی ما و شما 4 چیز است. یکی توحید در توکل است، توحید در توکل، توحید در اخبات و اطمینان، توحید در انابت یا رجوع به خالق و توحید در یقین. یعنی 4 بخش است که امروز ما و شما می‌خوانیم که امی عبادات قلبی تکمیل میشن. توحید در توکل که هست 2 بخش داره. اول توکل بر خالق است، توکل به خالق متعال است و این باز 2 بخش داره. یکی توکل توحیدی است که عبادات قلبی میگن و دومش توکل به چی هست؟ توکل جاهلانه هست. توکل جاهلانه را توکل میگن. توکل چی را میگن؟ یعنی یک کسی که از عالم اسباب استفاده نمیکنه، فقط خو میکنه و میگه که برای من رزقم دادان به بخورم. ایرا چی میگن؟ ایرا توکل میگن یا توکل جاهلانه هست. توکل توحیدی کدام یکی است؟ و توکلی است که انسان در عالم اسباب از اسباب دنیایی استفاده میکنه، کار میکنه، زمین گندم میکاره و توکل میکنه به الله متعال. متوجه هستین؟ و این مربوط به قلب میشه. اما توکل که است جاهلانه چی است؟ که عوضی که زحمت بکشه میگه ما هیچ کار نمیکنم اما تو برای من نان بیار. این جاهلانه هستی را توکل میگن. دوم قسم توکل بر مخلوق است. توکل بر مخلوق چی است؟ توکل بر مخلوق این 3 بخش داره. یکی شرک اکبر است، یکی شرک اصغر است و یکی طبیعی است. توکل بر مخلوق چه وقت شرک اکبر میشه؟ وقتی که چیزی را که باید به الله اینجا توکل میکردی بر الله متعال، اینی توکل که بر الله میکردی قلبا ایره به یک مخلوق بکنه یک کسی، پس ایره شرک اکبر میگه. و قسم دوم شرک اصغر است. در توکل او چه قسم است؟ که مثلا سر یک صاحب قدرت، سر یک مالدار چی میکنه؟ سر از این توکل میکنه که بازی کار من رو خلاص کنم و چطور کنه، لکن به او اندازه که به خالق میکنه نمیکنه. لکن زیاد قلبش است که برای من کار من خلاص کنه و این چیز مثلا زور داره و ترس. این باز شرک اکبر نمیشه، شرک اصغر میشه. شرک اکبر آدم از دین میکشه، اما شرک اصغر که است گناهش بسیار بزرگ است اما آدم از دایره ایمان نمیکشه. قسم سومش توکل طبیعی هست. توکل طبیعی چی است؟ که یک انسان طبیعتا در امور دنیوی سر بعض کسا مثلا در امور یک کس را وکیل خود میگیره. مثلا من فلانی زمین دارم، این زمین من فروخته نمیتونم، یا مثلا بیکار نیستم، خودت می کار مرا بکن، یا مثلا در قضایای محکمه و نگفا وکیل میگیرن. ایره طبیعتا یا طبیعی است، این نقص ندارن. اخبات چی را میگن؟ که یعنی یک نفر اطمینان میداشه باشه قلبش به الله، ایره توحید در اخبات میگن. توحید در انابت چی هست؟ که انسان مسلمان همیشه رجوع میداشته باشه، رجوع قلبی به الله میداشته باشه. این هم یکی از عبادات قلبی هست. ایره توحید در انابت میگن. و توحید در یقینی را کلتان میفهمین که یقین انسان مسلمان باور میداشته باشه به اونمو وحدانیت الله و به کمک الله. اینی بخشای توحید امروز ما و شما میخوانیم ان شاء الله تعالی و با اینمی 4 بخش که بخوانیم امی توحید در عبادات قلبی ختم میشه. توحید در توکل. توکل در لغت از چی گرفته شده؟ به معنای اعتماد است و در اصطلاح اظهار عجز است در یک کار. یک نفر در یک کار خودش عاجز می باشه، بازی اعتماد میکنه بالای یک کس دیگه. اینال از این خاطر اقسام توکل فرق میکنه. اصلا توکل به 2 بخش تقسیم میشه. یکی توکل بر الله سبحانه و تعالی است، دومش توکل به مخلوقات. توکل بر الله سبحانه و تعالی این 2 قسم است. یکی توکل مشروع هست و دیگهش غیر مشروع. توکل مشروع بر الله متعال کدام است؟ این توکل توحیدی اعتقادی میگن. یا توکل است که علما در تعریفش چی میگن؟ میگه هو صدق و اعتماد القلب علی الله عز وجل، یعنی اعتماد قلبی بر الله داشته باشی.
فهمیدین؟ در چی توکل به الله میکنی؟ فی استجلاب المصالح و دفع المضار، که الله متعال بر تو منفعت ها را برسانه و ضرر ها را از تو دور کنه، من امور دنیا و الاخره، در کارهای دنیا و آخرت. اینه میره چی میگن؟ اینه توکل میگن، توکل توحیدی میگن. الله متعال در قرآن عظیم شان در سوره تغابن، الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینجا میگه الله، التغابن 13، سوره تغابن آیت 13. الله لا اله الا هو، الله ذات است که لا اله نیست، هیچ معبود به حق که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه بغیر از الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنا برای الله باید چی کنن؟ توکل بکنن. سوره یوسف علیه السلام آیت 67. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال، و گفت یعقوب علیه السلام به پسرای خود، وقتی پسرای خود به مصر روان کرد، گفت یا بنیه، ای فرزندان من، لا تدخلوا من باب واحد، شما که در مصر داخل میشین، سابق در شهرها چندین دروازه می بود، دروازه شمالی، دروازه جنوبی، دروازه شرقی، دروازه غربی. مردم از هر دروازه داخل از امو مملکت می شدن. ای برش گفت که شما کلتان یک جایی در این دروازه 10 نفر برادر هستن و باز مردم چی که بودن، اولادای یعقوب علیه السلام، چهرهای زیبا داشتن، خوشقواره بودن، خوب جوانی داشتن. شما کلتان از یک دروازه داخل نشین. ببینید پیغمبرها هم در عالم اسباب از اسباب دنیوی استفاده میکنن. متوجه شدین؟ اینال توکل توحیدی نمی هست که در عالم اسباب از اسباب دنیایی استفاده بکنین، لکن قلبا به الله توکل بکنی. یک کس آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت من شتر ما بسته بانم یا الا بانمش، اما تو توکل بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه، شتر تا بسته کو و توکل به الله بکن. یعنی در عالم اسباب از اسباب دنیایی استفاده بکن، قلبا به الله توکل بکن. اینجا هم یعقوب علیه السلام چی میکنه؟ برای بچهای خود میگه به خاطر ازی که اونا متوجه شما نشه، سر شما حمله نکنن، چی کنین؟ از یک دروازه داخل نشین. 10 نفر هستین، 3 نفرتان از دروازه شمالی داخل شوین، 3 نفرتان از دروازه جنوبی داخل شوین، 1-2 نفرتان از شرقی، 2 نفر از غربی، که از کرا و ترا که اگه شما 10 نفر یک جایی ببینه با این قامت و چهره و جوانی و ترا، سر شما کدام حمله نکنه. این چی است؟ این درس میده که یعنی مسلمان همیشه در عالم اسباب از اسباب دنیوی استفاده میکنه. چی دکتر باشه، چی معاینه باشه، چی دوا باشه، چی عملیات باشه، چی خانه ساختن باشه، چی کار کردن باشه به طلب رزق، این کل چی است؟ اسباب است که الله متعال را تعیین کردن. ولکن در تمام کارها به کی توکل میکنه؟ به الله توکل میکنه. وادخلوا من ابواب متفرقه، و داخل شوین از دروازه های مختلف. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، و ما که پیغمبر هستم بر شما کدام منفعت یا دفع اینمی مشکلات کردن نمیتونم. مثل کال یک نفر میگه بیا مثلا بر تو من تعویض میتم، تیغ بندی و مچم تعویض مچم دشمنت چطور میشه و فلانی میشه. این کلش سعی کنین مخالف قرآن است. چرا؟ قرآن عظیم شان یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام پیغمبر است، لکن برای بچهای خود گفت میگه که من در عالم اسباب هستیم، من بر شما منفعت رساندن نمیدونم که برو ما بچهای پیغمبر هستیم، کسی رو ما سیل کنه در میگیره. کی تو گفته؟ و ما اغنی عنکم من الله من شیء ان الحکم الا لله. اینجا در اموراتی که تکوینی فهمیده؟ یکی حاکمیت تکوینی هست، یکی حاکمیت تشریعی. این حاکمیت چی میگن؟ حاکمیت تکوینی میگن. یعنی در قضا و قدر الهی که تعیین شده باشه یا مشکلاتی که سر یک انسان میایه، در این دیگه این فقط حاکمیت مربوط کی است؟ مربوط الله هست. من تقدیر شما را تغییر داده میتونم، نه مصیبت ها را از شما دور کرده میتونم. شما فقط به الله توکل بکنین و در عالم اسباب کار بکنین.
این الحکم الا لله، حاکمیت تکوینی خاص برای کی است؟ برای الله هست. اما قسم که حاکمیت تشریعی مخصوص الله هست، حاکمیت تکوینی هم مخصوص الله هست. علیه توکلت، به الله متعال توکل میکنم. و علیه فلیتوکل المتوکلون، و به الله توکل بکنن انسانهای موحدی که اونا توکل کننده هستن. یعنی توکل توحیدی اینمی هست که انسان مسلمان در عالم اسباب از اسباب استفاده میکنه و به الله متعال چی میکنه؟ توکل میکنه. در آیت دیگه که در سوره آل عمران آیت 159 ما و شما خواندیم، در قسمتی که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب، تیر شد نیره خواندیم ما و شما، یادتون است نه؟ در آخرش الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ فاذا عزمت فتوکل علی الله. این هم توکل توحیدی هست. وقتی که تو برآمدی وسایل گرفتی، لشکرداری، در غزوه احد برآمدی، حالی که برآمدی امکانات چیزی که پیش تو بود از نگاه عالم اسباب کردی، قلباً به کی توکل بکن؟ به الله متعال. وقتی که امرای صحابه آل مشوره میکنی در امور، وقتی که مشوره کردی بعد از توکل با کی بکن؟ در عالم اسباب چی کن؟ مشوره بکن. و بعد از که مشوره کردی توکل به الله بکن. ان الله یحب المتوکلین. الله کی را دوست داره؟ متوکلین. آل عمران آیت 159. این توکل توحیدی چند شرط داره. شرط اولش چی است؟ شرط اولش این است که انسانی که توکل میکنه عقیده داشته باشه که مالک متصرف در کائنات فقط الله است. این جهان، این طبیعت الله خلق کرده، مالکش الله است. تصرف مربوط به الله است. والقدر خیره و شره من الله تعالی. این قسم، این شرط اول توکل توحیدی است. شرط دومی است که اعتماد کامل به الله داشته باشه که هیچ کس مرا نجات داده نمیتونه بغیر از الله. اما مالک متصرف است، اما ذات حفیظ است که ما را حفظ میکنه. شرط سوم این است که در این عبادت قلبی را در وقتهای عملا تطبیق کنه. اتناشه که مثلا یک نفر بگه من عقیده دارم، باز وقتش که آمد باز توکلش از خالق دور شود. نه، باید عملا در زندگی خود انسان ایره چی کنه؟ عملی کنه. شرط چهارمی چی است؟ که انسان مسلمان در توکل توحیدی بین دو چیز جمع کنه. بین چی؟ توکل قلبی و اسباب دنیوی. یعنی در عالم اسباب از اسباب استفاده کنه، لکن قلباً چی کنه؟ به الله توکل بکنه. این هست شرط های توکل توحیدی. قسم دومی که ما و شما اونجا گفتیم، در توکل به الله بعضی کسا توکل میکنن لکن این توکلشان توکل جاهلانه هست، شرعی نیست، مطابق قرآن و سنت نیست. او توکل جاهلانه چه قسم است؟ که بعضی کسا اسباب دنیوی را بد میگن. من خانه جور نمیکنم، من لباس نمیپوشم، من برهنه نمیگردم، من کار نمیکنم. چرا؟ ما توکل به الله کردیم. این در زبان عربی اتکال و توکل میگویند. اتکال و توکل چی معنی؟ یعنی توکل جاهلانه ای که مطابق شریعت نیست. الله میگه شما باید کار بکنین و زحمت بکشین و در عالم اسباب استفاده بکنین. چی است؟ اینمی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه قال رجل یا رسول الله. یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله من میخوایم، این حدیث است امام ترمذی روایت کرده، فهمیدین؟ و ناصرالدین البانی، شیخ ناصرالدین البانی در صحیح ضعیف سنن ترمذی، فهمیدین؟ این ذکر کرده. چی میگه؟ قال رجل یا رسول الله اعقلها و اتوکل. آیا من شطور خدا باز بانم و توکل کنم او اطلقها و اتوکل؟ این دو قسم توکل است. شطور خدا اله بودم من بندمند دیگه پایشه اله بودم در بیرون مسجد و خودم توکل کنم. یک کسی میگه بر شما میگه من موتر خودم بیرون کلی میلیشه کلکنایشم واز بانم
کلیشم در داخل موتر بارم، پس بهم در داخل مسجد چی کردی؟ والا من توکل دارم. یا ای که موتر خود قلف کنم، دروازه‌اش بسته کنم، شیشه‌اش بلند کنم، کلش بعد از توکل به الله بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اعقلها و توکل. شطرت خوب تارش و اسپانش بسته کو، بعد از چی کو؟ توکل بکو. پس اینجا فرق از بین توکل و توکل. بخش دومش توکل بر مخلوقات است. توکل بر مخلوقات چند قسم است؟ 3 قسم است. یکیش توکل شرکی است، او را شرک اکبر میگن. توکل شرکی، شرک اکبر کدام یکیست؟ التوکل علی المخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله. توکل به مخلوق، به چیزی که قدرت نداره به او مگر الله. یک چیز است که الله برکه از دختر، بچه، خلق کردن، زندگی، مرگ، رزق دادن، متوجه هستین؟ این چیزایی است که افعال الله هست. دی افعال الله، شفا دادن، روزی دادن، دیا توکل به مخلوق میکنن. فلانی مخلوق بر ما بچه بده، فلانی مخلوق بر ما دختر بده، فلانی شخص بر ما روزی بده، فلانی شخص زندگی مرا خوب کنه، فلانی تقدیر مرا خوب کنه. اینی کلمات جملات کسایی که عقیده داشته باشن، این شرک اکبر است، مخرج عن المله. شرک اکبر است که انسان از دایره ایمان میکشه. چرا؟ توکل به مخلوق میکنه در چیزی که او از خصوصیت الله است. فهمیدین؟ این مثل بت پرستا سر بت بسیار توکل میکنه. این بت کس میره بر ما بچه بده، دختر بده. قبر پرستا سر صاحب قبر بسیار اعتماد میکنه. جن پرستا سر جن، فالبین پرستا سر فالبین تعویذگر. تو بر من یک تعویذ بده که دخترم بچه شوه، بچه‌ام دختر شوه، مصیبت‌های من ختم شوه. موره پرستا سر موره توکل میکنه که موره را پرتی بازی را در گردنش پرتی چی میشه. این کلش توکل شرکی است. خطر جایی است که شرک اکبر است. چی است؟ شرک اکبر. 10 نفر پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدن. رسول الله صلی الله وقتی که یک نفر میآمد، باز امرای از اونا بیعت میکرد، دست میداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر 9 نفر از این دست داد. او گفت من مسلمان بشم، کلمه میخوانم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش چی کرد؟ دست داد. نفر دومی که رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خدا گرفت. یک کس آمد گفت یا رسول الله، این شخص میخواد مسلمان شود و شما دست ندادین که مسلمان شود. گفت در شانهش تومار است. در شانهش چی است؟ تومار است. این توکل به مخلوق داره. چطور میتونه مسلمان شود؟ تا وقتی که در شانهش باشه این در شرک مبتلا هست. این مسلمان شده نمیتونه. ما کسی بیعت نمیکنیم. بعضی شخص از این شانه خود امی تومار مچم تیغ بندی بود، که مچم نظر بندی بود، که مچم چوبه بند کرد. چی کنیم؟ یگانه که شانه‌شان کسایی کلی نه، تو یک توتا می باشه، یگان تا نال اسب بند میکنه، یگان تا موری خر بند میکنه، یگان تا مثلا چوبه بند میکنه، یگان تا نامای شیطانا را برش نشته کرده ایره بند میکنه، نامای مخلوق نشته کرده، سگ اصحاب کهف نامش نشته کرده، اینی گپا را نشته میکنه، بازی از شانهش بسته میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام آوردنش قبول نکرد. آسان کار نیست. چرا؟ این توکل به چی کرده؟ به مخلوق کرده و مشرک است. بعد از این شخصی که گرفت از شانه خود او سو انداخت. باز رسول الله هم دست خود دراز کرد، گفت اینال کلمه بخوان، کلمه خوان لا اله الا الله محمد رسول الله. متوجه شدن؟ پس این شرک اکبر است. قسم دوم توکل در اسباب ظاهری هست، مثل که یک نفر توکل میکنه سر یک وزیر، والا فلان وزیر است، ما که هر چی بخوایم برای معموم میکنه، لکن به اندازه خالق نمیرسانش. خب قلباً بر از زیاد چی میکنه؟ به حد افراطی اطمینان میکنه. این باز شرک اصغر است. شرک اصغر چی است؟ انسان از دایره دین نمیکشه، لکن گناهش چوری رو شرک گفته؟ میگه به خاطر که گناه ازی از گناه کبیره کرده بزرگتر است. در یک جایی که شرک اصغر به گناههای میگه یا کفر اصغر. بعضی اوقات کفر اصغر میگن که آدم از دین نمیکشه، لکن رسول الله صلی الله علیه و آله چی کرده؟ کفر استعمال کرده. او را میگه به خاطر ازی هست که گناه ازی از گناه کبیره کرده چی است؟ بزرگ است، لکن از شرک اکبر کرده چی است؟ پایین تر است. از این خاطر انسان بسیار و شرک اصغر که از غالبا یک خطوه هست برای شرک اکبر. چرا؟ شیطان چی میکنه؟ اول در گناه صغیره میگیره، تا باز در گناه کبیره میگیره، باز شرک اصغر داخل میکنه، باز میبره به شرک اکبر. الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان
فهمیدین؟ در این گام اول شیطان چی کنین؟ با عقیده درست و صحیح برنامه شیطان خنثی کنین، مطابقت از گام های شیطان نکنین. قسم سوم چی است؟ توکل عادی است. این توکل نیابتی میگن. اونجا نشه کردیم توکل یا وکیل گرفتن، این نیابتی میگن. نیابتی چی معنی؟ یعنی یک کسی یک کار کرده نمیتونه، یک کس دیگه که در کار خوب است او رو وکیل خود میگیره. فهذا جائز. دیگه چی است؟ این برش جایز است، ولكن ليس له ان يعتمد عليه في حصول ما وكل اليه فيه. دیگه 100% از این اعتماد نکنه که کلی کار دیگه این که شد برد دیگه حاجی سمیلا که وکیل ما شد دیگه کار ما ختم است. نه، میگه که کارساز الله هست. این در عالم اسباب زحمت خود میکشن، اگر نشد دیگه او کار الله هست. میشه شب کارش، میشه نشه، 100% سرش اعتماد نکنه. اما در عالم اسباب میتونن از او استفاده بکنن. مثل که یعقوب علیه السلام در سوره یوسف آیت 87 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. امی قصه های پیغمبران، زندگی پیغمبران، وقتی که برای ما و شما حادثات زندگی از اونا را در قرآن عظیم شان بیان میکنه، این در حقیقت کلش درس توحید است. ببینید یک پیغمبر چی قسم کار میکنه در زندگی خود. اینی جای درست است. پیغمبر است، پاک است، معصوم است. یا بنیه آل یعقوب علیه السلام وکیل میگیره پسرای خودم به خاطر یافتن پسرایش. اونجا یوسف علیه السلام و برادر دیگهش که در اونجا در مصر مانده، برای بچه های خود میگه یا بنی ای فرزندان من اذهبوا برین فتحسسوا، پس برین جستجو بکنین من یوسف، پرسان بکنین در مصر در مورد یوسف علیه السلام و اخیه و برادرش. پس اینجا یعقوب علیه السلام فرزندای خود وکیل خود گرفت، یعنی به عوض ما شما برین در جستجوی از او در عالم اسباب. ولا تیأسوا من روح الله، شما از رحمت الله ناامید نشین. یعنی برین توکل به کی بکنین؟ به الله بکنین، از رحمت الله ناامید نشین. رحمت الله طال میخوره، بعضی اوقات 5 سال 10 سال سر یک سختی میایه. یوسف علیه السلام چند سال از پدر خود دور بود، لکن با وجود از این هم شما از رحمت الله ناامید نشین. بعضی کساس اگر درست سرش سختی آمد، 1 هفته سختی آمد، 1 ماه سرش سختی آمد، قیل که خدا در زمین میزنه 40 کفر میگه، کافر میشه. بسیاری وقتا در هنگام مصیبت بعضی کساس کلمات کفر از دانش خارج میشه، یک وقت در روز قیامت بخیزه در یک کلمه ای از جنت الله محروم شده، کافر شده. ای برش چی میگه؟ شما به نیابت از ما برین در مصر و اونجا از برادرایتان جستجو بکنین. متوجه هستین؟ در عالم اسباب. بعضی کسا میگن نه یک پیغمبرها غیب میفهمن. خب خیلی پیغمبرها که غیب میفهمن، خب یعقوب علیه السلام دیگه چرا جگر خونه میکرد پشت بچه خودتون؟ خب میفهمید در مصر قرار آرام است، لکن تا بالو خبر نداره و این به صدراعظمی رسیده، اینجا پشتش گریان میکنه. فهمیدی یا نه؟ فتحسسوا، جستجو بکنین از یوسف و برادرش. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الله ناامید نشین. انه لا ییأس من روح الله، یقینا که ناامید نمیشه از رحمت الله الا القوم الكافرون، مگر کدام قوم؟ کافران. یعنی کسی که از رحمت الله ناامیدی میکنه که نه الله که ما کمک نمیکنه، الله برای ما چیز نداده، الله ما رو ساخته. یک روز یک کس اومد برام میگه والا استاد در جیبم 100 روپیه ندارم. گفتم برادر داری؟ نمیبینی چشمایت کور است؟ یعنی بیبی استاد جیب من سعی کنم. گفتم زیر جیبت سعی کن. هر گرده گفتم 30 لک قیمت داره. شکر بکش، شکر بکش. این شکمت میدید خود 20 روپیه پلاو تولکی هم در پیش پلوخش چی بخود سیر میشی. اما اگر یک گردیت نمیبود، 2 تا گردیت نمیبود، مجبور بودی که میرفتی اونجا دیالیز میگن. چی میگن؟ یک دیالیز یک کس میکرد بیچاره، گفت من هفته مثلا 7000 8000 گفت کمکم کردم میکنم، هفته 10000 روپیه من دیالیز گرده خود میگه من نیاز دارم. ما دردش خود چی میکنی؟
بسیاری کسا شکر نمیکشن. دیگه از این خاطر کسی که از رحمت الله ناامید میشه، کی ناامید میشه؟ کسایی که کافر هستن، یا کافر هست که به الله عقیده نداره، یا کافر است کفران نعمت میکنن. نعمت های الله هست رو در نظر خود نمیگیره که من الله چقدر نعمت ها داده، امی صحت، امی اکسیژن. برونید یک شفاخانه است که کسایی که تکلیف قلبی داره باز میفهمی که شکر الله. یک وقت من کمک تکلیف قلبی داشتم، رفتم در شفاخانه، اونجا که رفتم که یک نفر دیگر آورد، من میگم تو چی تکلیف داری؟ میگه من قلبم تکلیف داره، گردای من میخواد سنگا داره، گردی دیگه هم سنگ داره. و دکتر برش میگه که اول گردای عملیات کو، باز قلب عملیات کو، بازی کو یکی کو. وی من گفتم شکر الحمدلله که ما یک کمک تکلیفک قلبی دارم. کسایی ببینی قلبش سوراخ است، کسایی ببینی که مثلا گردایش فاسد شده، باز وقت شکر الله را میکنیم. خب در احادیث رسول الله صلی الله علیه و چی هسته؟ این اعتماد به شخص در چی هسته؟ به حساب از وکالت گرفتن زیاد میگه، روایت ها و چیزا آمده. پس از این خاطر ما و شما که مثلا رسول صلی الله علیه و سلم یک صحابی را وکیل خود گرفته، گفته تو برو مثلا در فلانی منطقه چی کو خط مرا به فلانی پاچا برسان. صحیح؟ این چی شد؟ وکالتا از طرف رسول الله صلی الله علیه و میره و میگه که من رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. چی معنی رسول الله؟ یعنی فرستاده الله هستم. اسلم تسلم، پیش پاچای روم میره، پیش پاچای فارس میره. این گپای هست که در سنت عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شما مسلمانای زیاد داریم، مثالای زیاد داریم. خب در قسمت توکل آیات قرآنی بسیار زیاد است که انسان مسلمان توکل توحیدی داشته باشن. در سوره آل عمران آیت 160 و علی الله فلیتوکل المؤمنون، آل عمران 160. در سوره نساء و کفی بالله وکیلا، نساء 81. در سوره توبه آیت 129 لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. در سوره انفال و علی ربهم یتوکلون، سوره انفال آیت 2. اینمی قسم در سوره انفال آیت 61 و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، اینجا آیت 61. در سوره توبه آیت 51 قل لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. وقتی که براتون یک مصیبت، یک مشکل پیش میشه، بگو لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، سوره توبه آیت 51. وقتی که دشمن بر تو کدام ضرر میخواد برسانه، اینجا هم بالای الله چی کنی؟ توکل بکنی، سوره یونس آیت 71. به این شکل وقتی که عزم میکنی در یک کار توکل به الله بکنی، سوره هود آیت 123. و در سوره رعد آیت 30 لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب، سوره رعد آیت 30. اینمی قسم در سوره ابراهیم علیه السلام آیت 12 و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و در سوره نحل آیت 99 و علی ربهم یتوکلون، به ربشان توکل میکنن. در سوره نساء آیت 81 و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا، این توکل که میکنی وکیل یکی از اسماء و صفات الله هست. در سوره نحل آیت 42 الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. در سوره آل عمران 159 ان الله یحب المتوکلین. اینمی قسم آیات قرآن بسیار زیاد است. و دیگه چی است؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، سوره طلاق آیت 3. دیگه در سوره نمل 79. در سوره های مختلف است. فواید توکل چی هست؟ توکل که است علامت کمال ایمان است. توکل چی هست؟ محبت الله را جذب میکنه. توکل چی هست؟ منفعتش معونت و کمک الله بر انسان میرسه. انسان متوکل در حدود شریعت بسیار دقیق میشه. انسان متوکل در حقیقت از نگاه روانی و سایکولوژی کاملا راحت میشه. از وابستگی به مخلوق
نجات پیدا میکنه. این کلش چی است؟ کلش چیزای منافع توکل است. اهمیت توکل علما چی میگن؟ میگه اهمیت و منزلت توکل در عقیده این قدر است. میگه توکل برای قلب انسان مثل چی است؟ مثل روح که برای جسد است. این قدر میگه ای برای قلب منفعتش زیاد است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از بزرگترین متوکلین بوده که همیشه به الله توکل میکرد و میگفت که ای مردم لو انکم توکلون علی الله حق توکله، اگر شما حقیقتا به الله توکل بکنین لرزقکم کما یرزق الطیر، اما تو الله بر شما رزقتان میرسونه مثل که به یک پرندگک، به یک گنجشکک. شما گنجشکا را سل کنین تغدو خماسا و تروح بطانا، میگه جاغور خالی میبره پس که میاد آشیانگک خود جاغورش پر میباشه. در زمین هیچ چیز نیست ها، لکن همین پرندگک ها را سیل کنی الله برشان رزقشان میرسونه. پس این توکل اقدر چی داره؟ ارزش داره. از این خاطر شما زیاد توکل بکنین. دیگه از عبادات قلبی که است اخبات است. الف خ ب الف ت. اخبات چی رو میگن؟ اخبات به معنای اطمینان است، نرمش است، تواضع است. و در اصطلاح چی است؟ میگه او اطمینان داشتن قلب به الله است. سر الله بسیار باید اطمینان داشته باشی، به الله خود ذلیل بسازی. و اخبات از احوال قلبی است که انسان به اطمینان و توجه به الله میکشانه. یک عبادت قلبی است. در قرآن عظیم شان الله متعال در سوره هود آیت 23 ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. قاریسه بخوانید سوره هود آیت 23. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه کردن و اخبتوا، چی معنی؟ تواضع کردن، اطمینان کردن، عاجزی کردن الی ربهم، به پروردگارشان. اولئک اصحاب الجنه، الله متعال میگه اینا صاحبان جنت هستن. هم فیها خالدون، اینا در امی جنت الله بر همیشه می باشن. خب در اینجا علامه ابن جریر طبری از مجاهد رحمت الله علیه دی چی میگه؟ میگه اخبتو اطمئنو. این تفسیر تابعین است. فهمیدین؟ مجاهد یک مفسر تابعی هست. این رحمت الله علیه رحمت الله بالایش باشه، این میگه که و اخبتو الی ربهم، یعنی این انسانای مؤمن واقعی که هستن اطمینان قلبی به الله دارن. بت پرستا که شرک میارن چی میگن؟ قلبشان پیش بت که میرن مطمئن میباشن. قبر پرستا که پیش قبر رفت اونجا قلبش آرامش میگیرن. اما انسان مؤمن الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد الله قلبش. امام طبری از ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس رضی الله عنهما صحابی هست، مفسر قرآن است. چی میگه؟ میگه الاخبات و الانابه. اخبات چی هست؟ میگه رجوع هست به الله متعال، که تو قلباً در هر کارت به الله رجوع بکنی، توجهت به الله باشه. خب قتاده رضی الله تعالی عنه ای هم یک تابعی هست و ای هم از جمله مفسرین مشهور است. از ابن جریر طبری رحمت الله علیه زیاد روایت میکنه. این مبارک چی میگه؟ میگه الاخبات التخشع و التواضع. میگه چی هست؟ اخبتوا الی ربهم، یعنی بر الله تواضع میکنن، به الله خشوع میکنن. من تواضع لله رفعه الله. کسی که به خاطر الله تواضع بکنه الله مقام ازش چی میکنه؟ علامه نیشاپوری چی میگه؟ میگه اخبتوا الی ربهم اطمئنوا الیه وانقطعوا لعبادته. میگه اطمینان به الله کردن، از این خاطر در عبادت الله زیاد مشغول میباشن. سوره الحج آیت 34 در سپاره 17.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولکل امت جعلنا منسکا، الله متعال میگه برای هر امت ما مقرر ساخته مناسک را. زیادتر مناسک اینجا به قربانی گفته میشه. هر امت قربانی داشتن. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، تا نام الله را یاد کنن با آنچه که الله برای رزق داده. من بهیمة الانعام یعنی از جانورا و چارپایا، حیوانات اهلی که یا حیواناتی که برای زنا اجازه هست که او را بخورن، چی اهلی باشه مثل گوسفند و گاو و بزیا و یا هم وحشی باشه مثل آهو و این دیگران. فإلهکم اله واحد، پس معبود شما معبود یگانه هست. فله اسلموا، پس به الله مسلمان شوین، به الله تسلیم شوین. و بشر المخبتین، الله متعال میگه بشارت بده کی را؟ مخبتین را. خب آل مخبتین ما و شما اخبات گفتیم که علما تفاسیر مختلف کردن. آل تفسیر قرآن بالقرآن چه قسم میشه؟ آیت بعدی مخبتین تفسیر میکنه. الله متعال میگه مخبت کی هستن؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کسانی هستن مخبت اخبات دارن. کی هستن؟ کسایی که وقتی که یکی خودش ذکر الله را میکنه، یکی کس دیگه است که الله به یادش میاره. اینجا ذکره نگفته، ذکره گفته. ذکره خودش ذکر نمود، ذکر الله یعنی الله به یاد ازی داده شد. مثلا یک نفر در یک گناه هست، تو برش میگی که اتق الله، بترس از الله، گناه را نکن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اگر کدام عمل را میکرد، یک کس برش میگه اتق الله، زود استاد میشد، خدا مکان میگیره. اذا ذکر الله، وقتی که الله به یادش داده شود. بعضی اوقات از انسان جگرخون میباشه، اعصابش خراب میشه، هر چیز از دانش میخوای بره، فوراً تو الله را به یادش میتی. بترس از الله، این کار نکن. الله متعال میگه اینی مخبتین هستن که وقتی الله برشان به یاد داده شود، بخی به خاطر الله نماز بخوان، وجلت قلوبهم، یک دفعه قلبشان در لرزه بیاید، در ترس بیاید، اما غضب خدا و قهر خدا کلش چی کنه؟ ترک بکنه. اینی انسان حقیقی هست که این مخبت گفته میشه. اینی عبادت قلبی ره. مجردی که الله اکبر میشنوه، کل قصه خدا ختم میکنه، میره به طرف وضو، میره به طرف مسجد، میره به طرف جماعت. متوجه هستین؟ بعضی کساس اونجا آذان داده میشه، جماعت خوانده میشه، هنوز قصه دوام داره است. یک وقت نماز خلاص میشه که میگه خیر همین قصه که خلاص کنی، باز یک مولای دیگه پیدا میکنیم، باز برای ما یک جماعت بده. این مخبت نیست، این واقعا متواضع و اطمینان قلبی نداره به الله. اینه الله متعال میگه اول صفتشان این هست. امی یک صفت داره مخبتین یا الله؟ میگه نه، و صابرین علی ما اصابهم. دوم صفتشان چی است از مخبتین؟ که در مصیبت های خود صبر میکنه. یگان تا رو ببینی در مصیبت در کلک کلی خود میزن. یگان تا رو ببینی که بندی شده، از بندی خانه تو قصه میکنه که بیچاره دیگه که بندی نشده و بیخی وضوش میشکنه از دست ترس، که ترس در حالی که اونجا هم که سایلش کنی قرار قصه است و خواست چیزی خواه 40 سالیت از اونجا پورا میشه، خرفش خواه میکنی. اما یک کس باز بسیار چی میکنه. چرا؟ الله متعال میگه مخبتین کسایی هستن که صفت دومشان و صابرین علی ما اصابهم، در مصیبت ها صبر میکنه. الله امتحان میکنه کلگیره. در هر وقت، در هر لحظه انسان در چی هست؟ در امتحان است. هر لحظه زندگی در امتحان است. دیگه صفتشان چی است یا الله؟ صفت سومیشان است که والمقیم الصلاه، یا نماز اقامه میکنه. نگفته که نماز میخونه، بلکه نماز اقامه میکنه. اقامه نماز چی هست؟ که نماز خودش به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونه و از دوستا، فامیل، اولادا، خانواده، برادر، کسی که یک جای هست هم اتاق، اینا رو هم دعوت میکنه با بسیار خوبی که بیاین نماز بخوانیم. فهمیدین یعنی؟ بیاین نماز بخوانیم. و مما رزقناهم ينفقون. یک کافر امریکایی میگه من کافر بودم، جوزف ادوارد استس
حالی بسیار دعوتگر کلام شده، بسیار ریش سفید شده، ریش سفید. این میگه من بسیار 5 میلیون دلار داشتم، بسیار کافر خطرناک بودم، بسیار دعوتگر نصرانی بودم، مردم نصرانی میساختم. یک مسلمان میگه آمد پیش من که از مسلمان های مخبتین بود، بسیار اطمینان قلبی به الله داشت. میگه وقتی که در نماز استاد میشد و نماز میخوان، وقتی در مقابل الله استاد میشد، میگه ما تشویش مشکلات، میگه تو استاد میشد فکر میکردی که با آسمان ها پرواز میکنه، یعنی در نماز خود مقیمی صلات بود. او تو نماز میخوان که نمازش میگه در وجود من تاثیر کرد و بالاخره میگه من مسلمان شدم. فهمیدی؟ این مخبتین میگن. و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که برای اینا رزق دادیم الله متعال میگن اینا در راهی که الله برش زیاد گفته ده اون مصرف کن، ده او را مصرف میکنن. پس اینی هست تعریف مخبتین در قرآن. اگر سوال امتحان آوردم که در قرآن مخبتین چند صفت داده، شما میگین 4 صفت برشان داده. دیگه از جمله عبادت های قلبی توحید در انابت است. توحید در چی است؟ در انابت است. توحید در انابت چی نمیگن؟ میگه انابت در لغت به معنای رجوع هست. به کس رجوع میکنی، به ذات رجوع میکنی. متوجه هستی؟ انابت چی میگه؟ که یک انسان مسلمان همیشه در قلبش به طرف الله رجوع میکنه. حکم الله در اینجا چی هست؟ بعضی کساست والا نظر شما در عبارت چی هست؟ این سوال غلط است. استاد در این موضوع نظرتان چی هست؟ نه بیادر سوال غلط است. خود منیب بساز. منیب چه قسم منیب شو؟ منیبی است که بگویی که الله در اینجا چی حکم کرده. متوجه هستی؟ من یک مشکل دارم، الله در این راستا چی حکم میکنه در کتاب خود و رسول الله صلی الله علیه و سلم از خالق خود برش چی وحی رسیده در این راستا. حکم الله چی است؟ در سختی، در مشکلات، در خوشی، در هر چیز قلبش به طرف الله هست. من جوان هستم، چه قسم دختر ازدواج بکنم که سعادت دنیا و آخرت نصیب نشه؟ کدام خانواده خیشی بکنم که خیشی من به اساس رضایت الله باشه؟ متوجه هستی؟ که یک نفر قار شدی، الله برم در این قسمت چی میگه که من از این نفر قار هستم، باید که چه قسم تعامل بکنم؟ اینی را منیب میگن. در سوره شورا آیت 2: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. اینجا الله متعال چی میگن؟ میگه و ما اختلفتم فیه من شیء، اگر شما اختلاف نظر کردین در یک چیزی. همیشه انسان در یک موضوع نظریات مختلف، اجتهادات مختلف وجود می داشته باشه. انسان سر یک مسئله اختلاف نظر می داشته باشه. فحکمه الی الله، پس حکم از این فیصله علی از این و سوی الله هست. بیاین برادر در این موضوع ما شما اختلاف کردیم، ببینیم که الله چی میگه. بریم به قرآن مراجعه بکنیم، به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم. ذالکم الله ربی علیه توکل. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اینمی رب ما هست که در هر چیز او فیصله میکنه، بر او توکل میکنم و الیه انیب، و به طرف از او ما چی میکنم؟ رجوع میکنم. پس اینی کسی که در هر کار زندگی خود به طرف الله رجوع میکنه، اینو چی میگن؟ منیب میگن. منیب. این هم از جمله چی است؟ در سوره زمر آیت 54 میگه و انیبوا الی ربکم، امر الله هست. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، و به او تسلیم شوین. سوره زمر آیت 54. فهمیدین؟ ایشی است. الله متعال در سوره رعد آیت 27 چی میگه؟ ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. الله کسایی را گمراه میکنه اگه خواست و به طرفش هدایت میکنه. کی را؟ من اناب، یعنی هر کسی که به طرف الله رجوع کنه. الله خو مالک قلب هاست.
عالم است به ذات صدور. الله میفهمه که قلب تو به الله چقدر نزدیک است و کل کارایت به خاطر چی میکنی. به خاطر پیسه میکنی، به خاطر شهرت میکنی، به خاطر نام میکنی، به خاطر دنیا میکنی، به خاطر منفعت، به خاطر چی میکنی؟ الله متعال از قلب انسان خوب باخبر است. وقتی که الله فهمید که نه، قلب تو کلش خاص به خاطر رضایت الله هست، باز اینکه الله برای چی نصیب میکنه؟ هدایت نصیب میکنه. بعضی کسا در ظاهر ما و شما رو بسیار آدم خوب میبینیم، اما او در قلب خود با الله راست نیست. یک نفر برش پیسه میاره میده، این بگی یک دارالایتام بساز، او دیگه چی میکنه؟ چون قلبش خوب به خاطر نفس خود کار کرده، برای میگه یتیم است، ولی اقا یتیم است، اقا مسکین است، اقا بیچاره هست. اون نفر برش میگه خب تو ماشاءالله خوب آدم هستی، خوب عالم هستی، بگین $1,00,000 باز یک دارالایتام بساز. او دیگه باز در خانه وقتی که رفت، خب امی بچهای ما خب غریب است، هم در جمله یتیما میره، 50,000 براش تو خود خانه جور میکنه. ولی علی یتیمای ما خب محترم نداره، بریم $15,000 یک محترم براش بخرم. آخر سهل کنی که از $1,00,000 5,000 شده یک دارالایتام مصرف کرده، 95,000 از زیر در جیبک خود انداخته. خب مردم نمیفهمه، اما کی میفهمه؟ الله. بازو از پیشش چی میگیره؟ امی هدایت از پیشش میگیره. چرا الله متعال اینجا گفته که سعی کنین این آیت قرآن چی میگه؟ اینجا آیت قرآن میگه که و یهدی الیه من اناب. فهمیدی؟ اینال اینجا هدایت بر کی میده؟ برای کسی که به طرف الله قلبا رجوع داشته باشه، کارش به خاطر رضایت الله باشه. اینال کسی که به نام دین تجارت میکنن و خیانت میکنن و بر خود قصرها جور میکنن، متوجه هستی؟ آخرت چی گرفته میشن؟ هدایت از پیشش گرفته میشن. اما آدمی که کل مردم دستای و پایایش ماچ میکنن، دیگر روزی رو ببینی که از یک در بیدین آدم هیچ نیست. چرا؟ به همراه الله صادق نیست. دیگر از عبادت‌های قلبی، توحید در یقین در لغت علم و زوال شک میگن، که آدم علم داشته باشه و شکش از بین بره. علامه مناوی چی میگه؟ میگه یقین او علم است به یک چیز بعد از اینکه صاحبش او یک شک داشت، یعنی می شکش که از بین بره، اینو چی میگن؟ اینو میره میگه یقین حاصل کرد. علامه طحاوی یکی از مفسرای بسیار خوب است، تفسیر از این ما به زبان اردو خواندم، به عربی هم هست، ای از علمای هند است. میگه الیقین هو الاعتماد الجازم المطابق الثابت ای الذی لا یزول بالتشکیک المتشکک. میگه یقین اونمت تو ایمان و اعتقاد کامل هست که این انسان با شک اندازی های انسان های شک انداز هیچ وقت از بین نمیره. ولی بسیاری وقتا مردم چی میپردن؟ شبهه و شک میپردن. امی دشمنای اسلام برای نابودی جوانان دو وسیله دارن، یکیش چی است؟ یکیش شبهات است، دیگه چی است؟ شهوات است. یا شهوات پیش میکنن در موبایلش تو چیزا رو میاره که ایران میمانی که هوی فیلم‌ها رسای که غرق از غرق. یک نفر رسای کنی 4 بجه صبح شده روز میده موبایل هم تک تک کردن میره، نماز خفتنش هم قضا شده، نماز صبحش هم این در شهوات غرق است. و بعضی کسای دیگه هست که دشمنای اسلام در چی انداخته شدن؟ در شبهات. چرا پیغمبر 11 تا زن گرفت؟ والله اگر یقین کامل داشته باشه میگه او حکم الله هست. وقتی که الله بر از او گفت که 11 تا زن بگی، بر من گفت 4 تا بگی، من بیچاره همین زور یک شام ندارم، همین گیچم برام میگفت نگیرم، من تسلیم الله بودم، اعتراض مثلا شریعت الله نمیکنم. چرا محمد صلی الله علیه و چرا از عرب پیغمبر آمدن؟ خب مثلا پیغمبر از بچه کاکای من می بود، باز چی میشد؟ اون بچه کاکایش ابو لهب هم می بود. شکر که ابو لهب نیستم که در قوم پیغمبر باشه باز کافر باشه. حالا مولوی که در قومتان شیخ الحدیث است، چند وقت پشت از اون نماز میخونی، چقدر درس شیشتی؟ اینا چی است؟ دشمنای اسلام از شبهات استفاده میکنن. پس انسانی که با علامه طحاوی رحمت الله علیه چی میگن؟ میگه هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، اعتقاد بسیار قوی مطابق قرآن و سنت است و ثابت است، ای الذی لا یزول بتشکیک المتشکک، که به شک انداختن شک اندازنده های کافر هیچ وقت ایمان ازی متزلزل نمیشه. این رو یقین میگن، این رو یقین میگن.
این علامات یقین چی هست؟ چه قسم بفهمین که من انسان با یقین خوب هستم؟ میگه 4 علامت داره. 4 علامتش اگه داشت بفهم که یقین تو خوب است. اولش چی هست؟ النظر الی الله فی کل شیء. در هر چیز به طرف الله میبینی و استعانت کمک از الله میخوایی. هیچ توجهی به مخلوق نیست، پس یقین تو قوی است. اگه نیک رفتی پیش فلانی صاحب کردی و سون جیبکش سل کردی و زیر قول خودم میخوره، تو فکر میکنی زیر جیب از بغل خود برام پیسه میکشه، باز تو یقینت چی هست؟ صفر است. فهمیدی یعنی؟ پس هیچ وقت به طرف کس و مال کس و جیب کس توجهی نمیشه. دوم چی هست؟ انسان یقین که داره اگر کسی برش کدام چیز توفه و ترا میته دیگه او را بسیار مداحی نمیکنه. همین مداحا کسن یا یقین به الله ندارن یا زیاد یقینشان به کی است؟ به مخلوق از پشت خانه میره دیگه، خوانده میره که تا کو یک کاسه یک برش آردرایی کنه. فهمیدی یعنی؟ یا ترانه را خوانده میره که باش که چند صدی بره مبته. این چی هست؟ این کلش از دایره یقین انسان خارج میکنه. سومش چی هست؟ التنزه عن ذمهم عند المنع. اگر یک کسی برش چیز نداد دیگه باز بدگویی رو شروع نمیکنه. یگان طرف ببینی که اگر کسی برش یک چند رپ داد باز که توصیف رو شروع میکنه که چه انسان است، چه خوب آدم است. ایت قماندان در زندگی خود من ندیدیم. فهمیدی یعنی؟ این انسان یقین نداره. باز اگر کدام روز رفت برش چیز نداد باز که میگه که صاحب یک آدم بخیل است، در زندگی از یک از خیر ندیدم. چهارمش چی از قلت و مخالطت الناس. بسیار اختلاط که مردم نمیکنه، زیاد کوشش میکنه که وقت خود در عبادت الله چی کنن؟ تیر بکنن. درجات یقین چند درجه داره؟ مگه 3 درجه داره. یکی علم الیقین است، یکی عین الیقین است و یکی حق الیقین است. علم الیقین چی است؟ که مثلا یک چیزی را مثلا ما و شما به جنت علم الیقین داریم، ولی میگیم که واقعا با قرآن ما دیدیم که جنت هست، پس اینجا علم الیقینی را میگن. عین الیقین چی را میگه؟ که ما و شما وقتی در روز قیامت جنت نشان داده میشه میگه او نه جنت. اونجا باز چی میگن؟ این عین الیقین میگن که با چشم خود میبینه یقین میکنه. این عین الیقین. و حق الیقین هو است که در جنت داخل میشی از میوه‌هاش استفاده میکنی. این باز حق الیقین میگن. در قرآن عظیم شان سوره تکاثر آیت اول تا آخرش الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن الله متعال در این سوره مبارکه چی میگه؟ میگه الهاکم التکاثر، شما را مشغول ساخت. الها یلهی یعنی مشغول ساختن است، مثل کسی در لهو که مشغول شده، یعنی شما را در لهویات مشغول ساخت. چی؟ تکاثر کثرت طلبی یا حرص مال و جاه و خانه و زندگی. تا چه وقت شما را دیگه چیزا مصروف ساخت؟ حتی زرتم المقابر، تا زمانی که شما چی کردین؟ زیارت کردین قبرها را، یعنی فوت کردین و رفتین در قبرستان ها. کلا چی معنی در زبان عربی؟ کلا در زبان عربی این معنی را میده که آنچنان که شما تصور میکنین آنچنان نیست. یک وقت من برای شما گفتم بعضی اوقات در یک دو سه حرف عربی ما شما مجبور هستیم یک جمله رو ترجمه کنیم. یه از جمله از این کلمات است، یعنی کاف لام الف است، نه کلا 4 حرف است. کاف لام ز کلا الف زر لا کلا. این حال اینمی کلا که 4 حرف است، این در یک جمله کامل باید ترجمه شود. یعنی معنای چی است؟ که کلا نیست آنچنانی که شما تصور میکنید. تصور شما غلط است، حق نیست. چند جمله شد؟ تصور شما این قسم شما فکر میکنید نیست، تصور شما غلط است، این رای درست نیست. پس رای حق چی هست؟ سوف تعلمون. یکی سین است، یکی سوفه. در زبان عربی وقتی که سر فعل مضارع سین داخل شد
به معنای زودی معنا میده. مثلا سیقول السفها، زود است که جاهلا بگن. اما اینجا میگه کلا سوف تعلمون، سوف به معنای در آینده هست، یعنی زود نه. آلخ شما بسیار مصروف هستین، آلخ شما بسیار در قسمت مال و عایدات و پیسه و زندگی و ترا مشغول شما را ساخته این چیزا که چقدر خانه جور کنم، چقدر پیسه پیدا کنم بشین، لکن فکر میکنین که دیگه اینمی من هستم، اینمی دنیا هست. الله میگه کلا، هیچ طور نیست که شما تصور میکنین. این زندگی دنیا از بین میره، این خواسته های شما ختم میشه، این چیزا ختم میشه. کلا سوف تعلمون، در آینده شما میفهمین. در آینده چه وقت میفهمین؟ در آینده شما وقت میفهمین که در قبر داخل شدن. سعی گفت الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. از این آیات قرآن مفسرین چی میگن؟ میگن از این عذاب قبر ثابت میشن. صحابه بعضیشون میفتن ما شک میکردیم در عذاب قبر. این آیات قرآن که نازل شد که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وقتی که شما زیارت کنین قبرها را. زیارت اصلا ما شما در فارسی کل کلمات غلط استعمال میکنیم. زیارت به معنای رفتن است، تر به مرده استعمال نمیشه. بعضی اوقات خود مرده میره در قبر، این هم زیارت میگن. مرده رفت زیارت. حالا در افغانستان میگه مرده زیارت رفت، میگه این چی میگن؟ خودش رفت، به معنای رفتن است. برای زنده میگه قاری چه من به زیارت تو آمدم، یعنی به ملاقات تو. الله متعال میگه شما بسیار مصروف هستین در این چیزها تا زمانی که شما چی شوین؟ برین قبرها را حتما ببینین. تو از چشم از بیرون که سهل میکنی، او یکی دیدن عین الیقین است، یکی حق الیقین است. عین الیقینی است که مثلا تو با چشمت سهل میکنی، او را باز اگه انسان قلب روشن و ایماندار داشت باز میفهمه در این قبر چی گپاست، عبرت میگیره. قبر خطرناکه. بعضی کسا که باز داخل قبر داخل شد، تحت سنگار سرشمان منکر نکیر که آمد، باز یک دکتر بود بیدین بود، خب یک مولوی صاحب بود برای شب قرآن نصیحت میکرد. این دکتر گفت مولوی صاحب انی قبر کو که عذابش. او برش گفت دکتر صاحب تو میگی که در وجود انسان که است، یعنی آهن داره وجود انسان، آهن کو که در وجود مخ دست ما خواهین معلوم نمیشه. او برش گفت نه، اگر در لابراتوار بری، باز در لابراتوار براتون نشان میده که در وجود تو چقدر آهن هست. این مولوی گفت که بله قبر هم یک لابراتوار است. هر وقتی که در قبر رفتی بازو هم نشانت میده که گرزهای آتشی چند متر است. سیزنی؟ فهمیدین نه؟ دیگه اینجا عذاب قبر صحابه میگن ما از این یقین کردیم که عذاب قبر چی هست؟ وجود داره. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، نه چونی است که شما تصور میکنین، بلکه باز اونجا خوب میفهمین. ثم بعد از او کلا، باز الله تاکید میکنه که او قسم که شما فکر میکنین که کل است و نیست، همین دنیا هست، پیسه پیدا کو، خانه پیدا کو، موتر پیدا کو، بخو، این کلا سوف تعلمون، باز خواهد دانستین. کلا لو تعلمون علم الیقین، نه چونی است که شما تصور میکنین. لو تعلمون علم الیقین، اگر شما با علم الیقین، با ایمان، با عقیده قرآن میخواندین، حدیث میخواندین، باز این قسم تصمیم نمیگرفتین که از آخرت غافل باشین. لا ترون الجحیم، لام تاکید، یعنی حتما در روز قیامت شما باز چی میکنین؟ دوزخ میبینین. بعضی اوقات حتی انسان در قبر میگه که کلکینچه واز میشه، برش نشان داده میشه اون جای دوزخ جایت است، اون اصل کو این. ثم لترونها عین الیقین، باز بعد از او شما دوزخ با چی میبینین؟ با یقین چشم میبینین. با چشم که دیدی، حالا یک نفر هر قدر راجع بگه که یک قسم چیزا کسی ناینه دعوا بالا میکنه، بیچی بابا نه این موبایل این است بی بالاش پرتش بالا انداختم پس افتاد، اما باز که تیاره را نشانش بده که سعی کنه که او چند خروار در آسمان بالا شد، باز میگه او عین الیقین، عین الیقین. باز دیگه چیزی که دلیل الله متعال میگه باز اینو میخوام که تیاره پرواز میکنه، اینو میخوام باز دوزخ میبینی با عین الیقین. ثم باز وقتی که دوزخ برای در روز قیامت نشان داده شد، باز او خیچی میشه تسألوا فعل مضارع، لام اول لام تاکید، دو تا نون هم چند تا تاکید شد؟ 3 تاکید شد. ثم بعد از او حتما سوال کرده میشین از چی؟ از نعمتهای الله. از کدام نعمتها؟ از نعمت وقت. 2 سوال میشه. جانی که در چی تیر کردی؟ کل عمرت در چی تیر کردی؟ از مال 2 سوال.
از کجا پیدا کرده بودی؟ در چی مصرف کردی؟ در روز قیامت سوالای اقتصادی، نظام اقتصادی در موجه سر تطبیق میشن. از کجا پیدا کردی؟ در کجا مصرف کردی؟ از عمر هم، از وقت هم 2 سوال میشن. جاری تا در چی صرف کردی و کل عمرت در چی صرف کردی. اینجا حساب بده. و همچنان از علمت پرسان میشه. خوب خود در جاهلیت زده بودی دیگه که من جاهل هستم، صاحب عذر به جهل دارم. تمام روز قرآن برای درس داده میشد. حالی همیشه داره که خواندی از چی پند گرفتی، یا اگه برای درس دین داد گفتی این کار شرک است، این نارواست. نه گپای جا نکنین. یا وهابیاستن آلگک. آلگک یا وهابیاست میگه پا میزنه. سابق ملا نبود. آلگک هیچ ملا مولوی سابق نبود. مولوی خود ما 40 دفعه گرد قبر طواف میکرد. برش میگه نه، گرد قبر طواف کردن شرک است. دست پر برای مخلوق بالا کردن شرک در دعا هست. مشرک شدی. حاکمیت طاغوت پذیرفتن شرک است در حاکمیت. متوجه است؟ کلش میشنن. باز کلش به چی رد میکنن؟ با یک جمله که این گپا را کی میزنه؟ وهابیا. ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. باز در روز قیامت شما از این نعمت ها چی میشین؟ پرسان میشین. خلاصه معرفی قلب و ایمان و عمل آن و عمل آن. سرخط. قلب انسان مؤمن 2 وظیفه اساسی دارد. قلب انسان مؤمن 2 وظیفه اساسی دارد که یکی قول قلب است، که مملو از ایمان کامل به تمامی ارکان ایمان می باشد. کی فهمید مقصد از این؟ قلب انسان مومن چند وظیفه داره؟ 2 وظیفه داره. یکیش قول قلب است. صحیح است نه؟ یکیش چی است؟ قول قلب است. دیگه چی است؟ دیگهش عمل قلب است. و همچنان عمل قلب است. که عبارت از نیت توحیدی 100% می باشد. حساب بگی قاری صاحب. خب باز ما داخل پرسان بگیم چند تا شد؟ عمل قلب چند تا شد؟ اولش نیت توحیدی 100% است که او را به اخلاص می کشاند. این قلب که در تمامی این امور با صدق و راستی و یقین کامل خالقش را عبادت می کند. مانند پرنده می باشد که سرش محبت و یک بالش خوف و بال دیگرش رجا می باشد. این خوف وی با همراه خشوع قلبی و خشیت عالمانه و رهبتی که او را و دیگرش رجا می باشد. این خوف وی به همراه خشوع قلبی و خشیت عالمانه. گل بود تا بالا؟ گل شد؟ چرا؟ خب این خوف وی با همراه خشوع قلبی و خشیت عالمانه
و رهبتی که او را به عمل می کشاند یک جا می باشد. چند تا شد قاری صاحب؟ اولش نیت بود. و رجا و امیدواری وی و رجا و امیدواری وی به خالق یکتا با تعظیم می باشد که او را به خالقش رغبت و علاقمند می سازد. به خالقش رغبت می دهد و علاقمند می سازد و او را به تعظیم شعائر الله نیز می کشاند. با تعظیم شعائر الله نیز می کشاند. تمامی این اعمال قلبی را با توکل توحیدی بر خالق یکتا انجام می دهد. تمامی این اعمال را با توکل توحیدی بر خالق یکتا انجام می دهد که با اخبات داخل قوس اطمینان به خالق، که با اخبات یعنی اطمینان به خالق و انابت رجوع به پروردگارش یک جا می باشد. داخل قوس اطمینان به خالق و انابت یعنی رجوع به پروردگارش، داخل قوس رجوع به پروردگارش یک جا می باشد. خب رجوع به پروردگارش یک جا می باشد. خب آله اگر خودت او طرف استاشو خوانده برو، ما براتان حساب گرفتم میرم. خب بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه معرفی قلب و ایمان و عمل آن. قلب انسان مؤمن دو وظیفه اساسی دارد. اینه دو وظیفه اساسی. این دو وظیفه اساسی چی است؟ بخوان. یک، قول قلب. اولش قول قلب است. این وظیفه اولیش این قسم خط کنین که مملو از ایمان کامل به تمامی ارکان ایمان می باشد. این قول قلب چی است؟ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیر و شر من الله تعالی و البعث بعد الموت. این قول چی شد؟ قلب شد. دومش عمل قلب. این قسم تقسیم که میکنین، این قسم تقسیم بندی کنین. فهمیدی؟ این دومش چی شد؟ که عبارت از نیت توحیدی 100% می باشد که او را به اخلاص می کشاند. ایناله سعی کنین. این اعمال قلب اولش نیت شد. اولش چی شد؟ شماره یک نیت که او را به اخلاص می کشد. اخلاص چی شد؟ دو. صحیح شد نه؟ این قلب که در تمام اون امور با چی می باشه؟ صدق چند شد؟ سه. و یقین کامل. یقین چند شد؟ 4. خالقش را عبادت می کند. مانند پرنده می باشد که سرش محبت. چند تا شد؟ 5. یک بالش خوف 6. دیگر بالش 7. خب این خوف وای به همراه خشوع این 8 و خشیت 9 عالمانه و رهبت 10 که او را به عمل میکشاند یک جا می باشد. و رجا و امیدواری وای به خالق یکتا با تعظیم 11. آفرین قاری صاحب. 11 می باشد که او را به خالقش رغبت و علاقه می دهد. رغبت 12 علاقه مند می سازد و او را به تعظیم شعائر الله 13 نیز می کشاند. تمامی این اعمال قلبی را با توکل 14 با توکل توحیدی به خالق یکتا انجام می دهد.
که با اخبات یعنی اطمینان به خالق و انابت. اخبات چندم شد؟ اخبات 15، انابت 16. اینا اگه کس شما را پرسان کنه بگه که امی اعمال قلب گفتی دو وظیفه داره، دو قسم است، یکی قول قلب است، عمل قلب است. عمل قلب چند تاست؟ 16 تا. کی میتونه برای ما با یکی 16 تا حساب کنه؟ بگه یکیش نیت است، دومش اخلاص است، سومش صدق است، چهارمش یقین است، پنجمش محبت است، ششمش خوف است، هفتمش رجا است، هشتمش خشوع است، نهمش خشیت است، دهمش رهبت است، 11همش تعظیم است، 12همش رغبت است، 13همش تعظیم شاعر الله است، 14همش توکل است، 15همش اخبات است و 16همش انابت. کی میتونه 16 تا رو برای ما میگه بگویه؟ کی تیسیز گفته میتونه؟ بیا آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه معرفی قلب و ایمان و عملان. اولش که است نیت است، دومش که است اخلاص است، سومش که است صدق است، چهارمش که است یقین است، پنجمش که است محبت است، ششمش که است خوف است، هفتمش که است رجا است، هشتمش که است خشوع و نهمش که است خشیت است، دهمش که است رهبت است، 11همش که است تعظیم است، 12همش که است رغبت است، 13همش که است تعظیم به شاعر الله است، 14همش که است توکل است، 15همش هم که است اخبات است، 16همش هم که است انابت است. کی میتونه برای ما یک تشریح بکنه که قلب انسان که از دو وظیفه داره؟ یکی قول قلب است، دیگه چی است؟ عمل قلب است. قول قلب چی است؟ ایمان به ارکان است. ارکان ایمان چی است؟ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر الی آخره. صحیح شد؟ عمل قلب کیست؟ اول 4 تاش میگیم نیت، اخلاص، صدق، یقین. چند تا؟ بگوین نیت، اخلاص، یقین. این 4 تا شد، صدق و یقین. خب اینمی انسان که است مثل قلب انسان مثل یک پرنده باشه که سرش چی است؟ یک بالش دیگه بالش این خوفش به همراه چی میباشه؟ خشوع، خشیت و رغبت. و امیدش با چی میباشه؟ با تعظیم به الله، رغبت به الله و تعظیم شعائر الله. و تمام یارا به همراه توکل به الله و اخبات انابت انجام میدن. صحیح شد؟ کی میتونه برای ما بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما خلاصه معرفی قلب و ایمان و عمل و آن می باشه که در خلاصه درس در یک قلبی که استاد رسم کرده که قلب انسان یکی قول قلب است و دیگه عمل قلب است. که قول قلب شامل ایمان به ارکان می باشه که شامل که آمنت بالله و ملائکته و کتبه الی آخره می باشه. و دیگه عمل قلب است. عمل قلب شامل نیت میشه. اولش نیت است، اخلاص است، صدق است و یقین است. این 4 دانه در این قسمت میشه و میگه قلب انسان مسلمان مانند پرنده است. قلب انسان مسلمان مانند پرنده ای است که سرش از محبت می باشه و یک بالش از خوف و دیگه بالش از رجا می باشه. و خوفش شامل چی میشه؟ شامل خشوع میشه، خشیت میشه و رهبت میشه. و دیگه بالش که رجا می باشه او شامل تعظیم میشه، رغبت میشه، تعظیم به شاعر الله میشه. و توکل توحیدی به همراه چی می باشه؟ اخبات و انابت می باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. د زړه معرفي کېدل او هغه عبادات چې هغه له زړه سره تعلق ساتي. اصلا زړه دوه اساسي وظیفې لري چې اول خبره د زړه ده او دومې عمل د زړه ده چې خبره د زړه په الله باندې ایمان، په ملایکو باندې ایمان، په کتابونو او رسولانو باندې ایمان دی. او هغه عمل چې له زړه سره تعلق ساتي هغه اول نیت دی، اخلاص دی، صدق دی، یقین دی. او باید یو مسلمان انسان زړه د یو مرغۍ په شکل باندې اوسي چې د هغه سر محبت ده، یو وزر خوف او دوهم وزر رجا، چې دا خوف باید له خشوع، رهبت او رغبت سره وي. او رجا چې کوم ده، رجا به له تعظیم، رغبت او د شاعر الله له تعظیم سره وي. دغه ټول د زړه اعمال باید یو توحیدي توکل سره وي چې هغه اخبات او انابت سره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.